الو سلام. سلام، چطوری سوسانو؟ مرسی خوبم. شما چطوری؟ جناب پوتیفار چطورن؟ کاهنین معبد هم خوبن؟ آره عزیزم، همگی حالشون خوبه. سلام میرسونم بهت. خب خدا رو شکر. چه عجب یادی از ما کردی. راستش کمی دلم گرفته بود، گفتم نظرت چیه؟ با هم یه قراری بذاریم همدیگر رو ببینیم. پیشنهاد خوبیه، چون منم تصمیم داشتم یه چند وقتی برم بیرون از گوگوریو. خب پس بیا یه سر پیش ما دیگه. آره اینم فکر خوبیه. پس من به امپراتور جمونگ بگم، بعد اگه قبول کرد حتما میام پیشت. خب پس فعلا بای بای. اجازه هست؟ بفرمایید. عزیزم من چند وقتی میخوام برم به مصر، اجازه میدی؟ این همه جا، حالا چرا مصر؟ راستش با نزولی خواه بهم زنگ زد، ازم خواست برم یه سر پیشش. باش عزیزم، برو، ولی مواظب خودت باش. الو سوسانو، کجا رسیدی؟ من الان کنار دروازه ورودی مصر هستم بانو. همونجا بمون، میام دنبالت. Like the bass when it bomb, bomb. خوش اومدی عزیزم. اسوي حصدق وازعل ولا ديك وانا اريد التمر ولا امر اسوي حصدق وازعل ولا ديك وانا اريد التمر ولا امر اي اسود صعب خل عيوني. عزیزم، حتما خیلی خسته شدی؟ نه بابا، خستگی واسه من معنا نداره. فکر کنم گوشیت داره زنگ میخوره. سوسانو تا تو یه چایی میخوری، من برم ببینم پوتیفار چی کارم داره که هی زنگ میزنه. خب جوابشو بده، چرا میخوای بری پیشش؟ نه آخه عشقم یوزارسیفم پیشونه. میخوام به بهانه پوتیفار برم اونو ببینم. خب پس تا تو چایی تو میخوری من برمیگردم. آری، الان بهترین زمان است تا خود را به او نشان دهم و دل او را نیز ببرم. سلام بر تو ای بانوی بیدامن. سلام عزیزم، تو چرا اینقدر زیبایی؟ این که اینگونه مرا توصیف میکنید نظر لطف شماست، اگرچه همه این را میگویند. میشه شماره تلفن تو داشته باشم؟ نه بانوی من، چون اگر شوگرمامی من بفهمد چوب در آستین هر دو ایمان میکند و اول شما را جر خواهد داد و سپس من را مورد تجاوز قرار خواهد داد. آره درست میگی. راستی چرا بهم گفتی بیدامن؟ چرا بهم نگفتی پاک دامن؟ زیرا شما هم چندان تعهدی به شوهرتان نداری. اول با تسو وارد رابطه شدی، سپس با جمونگ دریل زدی و در آخر هم با برادر اوته ازدواج کردی و اینک هم روی من کراش زدی. خب حالا اینا رو بیخیال. میگم نظرت چیه؟ من جمونگر رو ول کنم و با تو وارد رابطه بشم و با هم از اینجا فرار کنیم؟ نه بانوی من، کجا میخواهی که برویم؟ از برکت شبکه صدا و سیما و شبکه‌های مجازی هر دوی ما جهانی هستیم. اینک همه ما را میشناسن، راه گریزی نداریم. خب حالا میشه یه بوس بهم بدی؟